سلام و درود، امیدوارم عالی باشی. امروز با آموزش تعویض ترموستات 207 206 رانا مهمون نگاه گرم شما است. ابتدا با دو سو بست هواکش را باز کنید. سوکت های زرد رنگ لوله بخار روغن را از بالا و پایین فشار دهید و با اهرم دو سو لوله بخار روغن را جدا کنید. در صورت سالم بودن پایه نگهدارنده هواکش را با آچار 10 باز کنید. خرطومی هواکش را از لوله هواکش جدا کنید. مطابق تصویر هواکش را به سمت بالا دهید و آن را جدا کنید. با استفاده از پیچ گوشتی تیسی پیچ لوله هواکش را باز کنید و لوله را جدا کنید. با استفاده از دو سو 2 عدد بست شلنگ بالای رادیات را باز کنید. در صورت فابریک بودن بست های شلنگ رادیات با قفلی مطابق کادر کوچک در تصویر بالا بست ها را جمع کنید و عقب دهید. پس از باز کردن بست ها مطابق تصویر شلنگ را از قسمت رادیات و درب ترموستات جدا کنید. دو عدد پیچ درب ترموستات را با بوکس 10 یا آچار 10 باز کنید. پس از باز کردن پیچ ها درب ترموستات را جدا کنید. محل قرارگیری درب ترموستات را بر روی هوزینگ آب تمیز کنید. مطابق تصویر اورینگ ترموستات را جا بزنید و ترموستات را داخل درب ترموستات قرار دهید. برای آببندی بهتر دور درب را مقداری چسب مزدا بزنید.
پیچ‌های درب ترموستات را بر روی درب جا بزنید. سپس درب را بر روی هوزینگ آب نصب کنید و 2 عدد پیچ درب ترموستات را با دست تا انتها برسانید. پس از به انتها رساندن پیچ‌ها را به صورت مساوی با بوکس سفت کنید. شلنگ بالای رادیاتور را نصب کنید و بست‌های شلنگ را ببندید و سفت کنید. برای هواگیری آب با استفاده از آلن 5 پیچ آلنی هوا را باز کنید. پیچ هواگیری پلاستیکی را از روی شلنگ بخاری باز کنید. پس از باز کردن پیچ‌های هواگیری داخل منبع آب بریزید. پس از خارج شدن آب به صورت یک نواخت از محل‌های هواگیری پیچ‌های هواگیری آب را ببندید و سفت کنید. مخزن آب را تا علامت یا نوشته مکس پر کنید و درب مخزن را ببندید. هواکش را ببندید. پس از اتمام تعویض ترموستات خودرو را روشن کنید و از عملکرد صحیح ترموستات مطمئن شوید. پس از بالا آمدن آمپر آب تمام سطح رادیات باید به صورت یک نواخت گرم شده باشد. فن خودرو را چک کنید و از پایین آمدن آمپر آب در هنگام کارکرد فن مطمئن شوید. خیلی ممنونم که ما رو تا انتهای این ویدیو همراهی کردید. امیدوارم آموزش ویدیو برای شما مفید بوده باشه. لطفاً این ویدیو رو لایک و کانال یوتیوب گاراژ رو سابسکرایب کنید و ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. به امید دیدار شما در ویدیوهای آینده.